و عرض سلام و خسته نباشید برای مجاهدین شبکه رسالت استاد انصاری عزیز. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. خدا همیشه کمکتون کنه. ما چیزای زیاد ازتون آموختیم و همیشه ممنون هدایت ها و روشنگریاتون هستیم. به خصوص آقای انصاری عزیز بازم از بندر عباس مزاحم میشم. فقط یه چیز میگم: والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. درود و سلام خدا بر کسانی که در این آیه که از طرف الله نازل شده عمل میکنن. درود و سلام خدا بر کسانی که بر این آیه عمل میکنن، با مؤمنین برادر و برابر، با کفار سخت و شدید برخورد میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا مهدی هستم از اصفهان. آقای انصاری، من تا چند سال پیش تو مراسم عمر کشون شرکت میکردم، ولی دیگه به حمدالله این کارا رو نمی کنیم و میخواستم یه شعر داشتم خدمتتون بخونم به اونایی که علی علیه السلام و ترسو و مشرک میخونن و اعتقادشون اینه که حضرت علی این گونه بوده. خواستم با شعر یه پیغام بهشون بدم. بعد از سلام به پیامبرمون، بعد از نام خدا میخوام شعرمون رو شروع کنم. سلام من به عمر، به داماد و یار علی. سلام من به ابابکر، به یار غار نبی. سلام کن به عثمان، به پیر و خادم قرآن. سلام ما به حسنین و سلام ما به علی. علی که میوه عمر رسول الله هست، علی که زمزمه اش اعوذ بالله هست، علی که لقبش اسد و ید الله هست، علی که حل شده در قل هو الله هست. تشکر میکنم آقای انصاری، خسته نباشید. خدا نگهدار.